سلام رفقا، وقت بخیر. خیلی خوش اومدید به کانال من. امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید سالم و تندرست باشید. امروز قراره 2 تا دسر با خرمالو درست بکنم. حتما تا انتهای این ویدیو با من باش و از این آموزش لذت ببر. خرمالوها رو شستم و پوستشو اینجوری از گوشتش جدا کردم و توی ظرف قرار دادم. نمیدونم خرمالوهای منطقه شما به قرمزی و خوشرنگی این خرمالوها هست یا نه. اگه تا حالا خرمالو درست کردید و دسر درست کردید حتما تجربتون رو با من توی کامنت ها به اشتراک بذارید و بهم بگید که آیا خرمالوهای منطقه شما به این قرمزی خرمالوهای اینجا هست یا نه. سر خرمالو جدا کردنش یکم سخته، اما اگه یکم بپیچونیدش خیلی راحت میتونید جداش کنید. راستی اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و این زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین آموزشایی که میذارم جا نمونید. خرمالو هم که توی ظرف قرار گرفت یه دونه موز رو هم اسلایزی برش زدم و روی خرمالوها قرار میدم. جوری میذارم که تمام سطحشو این موزای برش خورده قرار بگیره. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم تقریبا به مدت 4 ساعت میذارمش توی فریزر تا کاملا یخ بزنه و خودشو بگیره. بعد از 3 ساعت که توی فریزر بود درش میارم و روی تخت کارم میذارم و سعی میکنم که چند تا برش عمودی و افقی بهش بزنم تا بعد بتونم اونا رو توی میکسر خودم میکسش بکنم. تقریبا بافتش باید نرم و یک دست بشه. در حین میکس کردنش اگر دیدید بافتش اون چیزی که میخواید نیست حتما میتونید بهش شیر اضافه بکنید و باز دوباره میکسش بکنید. ببین استیل گنگو اینجا با بافتش تقریبا اینجوری بشه. بعدشم میریزمش توی ظرف و مجدد به مدت 3 ساعت میذارم توی فریزر باشه تا یه بستنی دسر ژله‌ای فوق‌العاده داشته باشه. البته قبل از اینکه بذارم توی فریزر میتونم روش خلال پسته و بادون بریزم که بچه‌ها خیلی دوستش دارن و فوق‌العاده میشه. راستی جایی نرید که یه دسر دیگه هم میخوایم درست کنیم و حالشو ببریم. و بعد از چند ساعت بستنی رو از فریزر در میارم و بستنیمون دیگه الان حاضره. نوش جونتون، گوارای وجود، بزن بریم. برای دسر بعدی 2 تا خرمالو لازم دارم. خرمالو رو شستم، سرشو با همون ترفندی که بهتون گفتم جدا میکنم و برش میزنم، پوستشو میگیرم و با هم ادامه میدیم.
اگه دوست داشتید توی کامنت ها بهم بگید که با خرمالو شما دیگه بلدید چه دسرایی رو درست بکنید که خوشمزه و خوش رنگ باشه. بعد از اینکه پوست خرمالوها رو گرفتم با گوشکوبم میکوبمشون تا یک دست و نرم بشه. شما میتونید با همزن برقی هم این کار رو انجام بدید. باید بافتش یه جوری بشه که خیلی غلیظ و خیلی رقیق نباشه تا بتونید با قاشق برش دارید. بعد توی قابلمه 3 قاشق آرد ذرت ریختم. بعد از اینکه آرد ذرتم رو ریختم 3 قاشق هم شکر بهش اضافه کردم. شما اگه میخواید کم شیرین تر بخورید میتونید شکر کمتری رو بهش اضافه بکنید. بعد از اینکه این کارو کردم خوب هم میزنم تا کل محتوای داخل ظرفم یک دست و مخلوط بشه و بعد نیم لیتر شیر بهش اضافه کردم و به هم زدن ادامه دادم تا کاملا یک دست بشه. حواستون باشه وقتی دارید شیر رو میریزید خوب هم بزنید تا تمام محتویات ظرف یک دست بشه. تا یادم نرفته یه سر قاشق مربا خوری وانیل هم میتونید بهش بزنید تا فوق‌العاده بشه این بافت. یه دونه تخم مرغ هم اضافه کردم و همچنان به هم زدن ادامه دادم تا همه چی با هم مخلوط و یک دست بشه. اون وانیلی که گفتم و اینجا به این خوشمزه خوش رنگ اضافه میکنم. به هم زدن ادامه میدم و فوت آخر رو اینجا میخوام آروم بزنم. زعفرون دم کرده خوشمزه رو بهش اضافه میکنم و هم میزنم تا خوش رنگ تر بشه. رنگو ببین. بعدش میذارمش روی حرارت و اول با شعله زیاد بهش حرارت میدم و بعدش کمش میکنم. یادتون باشه که تون تون هم بزنید تا این ملاطه یک دست و یک نواخت باشه. با تقریبا یه همچین چیزی در بیاد. ببینید چقدر جالب شده. حالا دیگه 2 لیوان پایدار حاضر کردم و از این محتویات و مخلوطم میریزم توش و به مدت 1 ساعت میذارم توی یخچال تا خودشو بگیره و حاضر و آماده بشه تا بعد ادامهشو با هم ببینید. شما فکر میکنید چجوری در بیادین؟ ببینش چی شده. 1 ساعت توی یخچال بود و خودشو گرفت. میذارمش اینجا و از اون پوره خرمالو که درست کردم و کوبیدمش حالا میریزم روی سطح موادم تا یه دسر خوشمزه 2 رنگ زعفرونی شیرین داشته باشم و مثل یک دسر فوق‌العاده بتونیم بخوریم. شما بعد از اینکه این کار کردید میتونید بازم نیم ساعت توی یخچال بذارید و ازش لذت ببرید که خودشو گرفته و 2 رنگ شده و تقریبا مثل ژله شده. نگاش کن ببین رنگ. شما میتونید روشو با خلال پسته و خلال بادوم تزیین بکنید. یه دسر فوق‌العاده خوش رنگ و خوشمزه برای خانواده‌هایی که دوست دارن به بچه‌هاشون دسر سالم و بدون نگه دارنده بدن. رنگو ببین، استیل گنگو ببین. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما منو لایک و سابسکرایب کن. عاشقتم. خدا نگهدار.